قاعده 127 در قاعده 27 باید مفهوم برزخ بفهمیم. برزخ چی هست؟ برزخ فاصله است بین دو چیز. در بین هر دو چیز که یک فاصله باشه او را برزخ میگن. مرج البحرین یلتقیان، دو بحر هستن با هم ملاقات میکنن. بینهما برزخون، در بینشون یک فاصله است. لا یبغیان، ساینس هم میگه که همین تا بحر کشف شده، آب از یک قسم است، آب از دیگه قسم است. کسایی که متخصص آبشناسی هستن اونا میگه دو قسم دو دانه بحر است. این دو تا بحر مرج البحرین، قرآن میگه یلتقیان، با هم ملاقات میکنن. بینهما برزخ، در بین هر دوشان چی است؟ برزخ است. لا یبغیان، که یا چی نمیکنن؟ بغاوت نمیکنن. ایده او داخل نمیشه، ایده او داخل نمیشه. و ساینس امروزی را کشف کردن. آل مرج البحرین، برزخ به معنای چی است؟ فاصله هست. پس فاصله که بین زندگی دنیا و بین بعث است، زنده شدن در روز قیامت است. اینمی فاصله که بین زندگی دنیا و زندگی آخرت است، اینه چی میگن؟ اینمی فاصله را برزخ میگن در اصطلاح شریعت اسلامی. برزخ چی را میگن؟ همین فاصله هست. این از خود زمان داره، حال داره و مکان داره. زمانش چی هست؟ زمانش از وقت مرگ که روح قبض شد تا حشر، روز قیامت که شروع میشه، میدان حشر. یعنی کلش یه حالت چی است؟ برزخ است. حالتش چی است؟ حالتش بالای اجساد نیست، بالای ارواح هست. اجساد تابع ارواح هست. پس اگر پالوی امی کسی که فوت کرده یا کس خوام کنه، حالاتی که سر زمینه او را احساس کرده نمیتونه. و سوم چی است؟ مکانش است. مکان برزخ که است از قبر شروع میشه تا علیین. از اهل شقاوت سجین است و اهل توحید از قبر تا علیین است. و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یعنی بعد از اینکه اینا فوت کردن، برزخ شروع میشه تا روزی که اینا مبعوث میشن. بعث بعد الموت شروع میشن در عالم محشر.